داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. خدا یوسف و آیی خانواده را نجات داد. بعد 60 سالیان دراج زمانی که یعقوب پیر بودد وتی مورد علاقه زاگا یوسف را دیم داد تا وتی براسانیه که مشغول دامداریتند برود. یوسفی براسان یوسف بدشیاد چون پسه یوسف را گشته شاوان دوست داشت و دیگه دلیلی یه شد که یوسف وابط دیست براسی برای تعظیم کنند. وقتی که یوسف وتی براسانیه شد آوان یوسف را دوزتش و بعد شایی که یوسف را اذیتش کرد آیره به برده فروشن بهایش کرد. قبل شایی که یوسفی براسان بگسا سر بیند یوسفی جامگه درتش و آیره آغشته به بوزه وینش کرد و بعد جامگه به یعقوب نشان دادند تا فکر کنند که حیوانی وحشی یوسف را کشته. یعقوب باز ناراحت بود. بردوانی معامله‌گر یوسف را قوت به مصر بردند. مصر توین و قوی ترین سرزمینی هست که به رود نیلی کنک کود. آوان یوسف را به یک مقام دولتی ثروتمند بهایش کرد. یوسف آی را به خوبی خدمت کرد و خدا هم برای برکت داد. دولت همسر تلاش کرد که یوسف هم بستر بید اما یوسف قبول نکرد که به یک گناه آلوده بید. جنینزاگ عصبانی بود و تهمت جتنه یوسف را به زندان دیم داد. یوسف حتی در زندان تها به وتی ایمان سرا قویت و خدا برای برکت داد. بعد 2 سالا با وجودی که یوسف بیگناهت به زندان تها حتت. یک شب فرعون که مصری پادشاه لقبت 2 رویا به وابط دیست که باز آیره ناراحت کرد و فرعونی مشاورن هیچ کجام نتوانستند فرعونی وابا تعبیر کنند. خدا یه توانایی را به یوسف داد که بتواند وابانا تعبیر کند. بنا پریشیز یوسف را از زندان تها به فرعونی بردند تا آیی وابا تعبیر کرد و یوسف گوشت خداوند لوتید 7 سالا محصول گشته بودند و بعد 7 سالا قحطی بید. فرعون یوسفی شخصیت تحت تاثیر قرار گرفت و آیی را به دومین شخص قدرتمند جایگاه قرار داد. یوسف به مردمان گوشت که به بربارین سالانی تها محصولات غذایی را انبار کنند و بعد که 7 سال قحطی شروع بود یوسف محصولانه به مردمان بها کرد و آوان به وتی مصرف اندازه و استفاده اش کرد. قحطی و خشکسالی فقط در مصر تها نه بلکه در تمام سرزمین کنعان و جاها که یعقوب خانواده هم زندگی اش کرد حتت. بنا پریشی یعقوب وتی توی این بچک کنه به مصر دیم داد تا غذا و آذوقه تهیه کنند. وقتی آوان گو یوسف دیم پدیم بودند آیره درستش نکرد اما یوسف آوانا درست کرد. بعد شایی که یوسف وتی به راستان آزمایش کرد گوشت من یوسف هستم مترسید شما بمنی حکه تاها بدی کردید اما خدا شما بدی پخوبی عوض کرد. بیایید و به مصری تاها زندگی کنید و من توانین ادن و شما گرد چیز فراهم کنین. وقتی یوسفی به راست به وتی گسا برگشتند و ماجرا را پاوتی پسا تعریفش کرد آباز خوشحال بود. گرچه یعقوب پیر بودد ولی گوتی خانواده ها به مصر شد و آوان گرد دراد زندگیش کرد. قبل شما که یعقوب مرید وتی گرد بچک کنه برکت داد. عهد و پیمانی را که خداوند به ابراهیم دادد به اسحاق رست و بعد پیمان به یعقوب رست و بعد شایی به یعقوبی 12 بچک و آوانی خانواده ها رست و شاوانی نسلا 12 قبیله بنی اسرائیل کم به وجود یاد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس کتاب پیدایش فصلهای 37 تا 50.